این مادر برای مرگ دخترش اشک می‌ریزد. با وجود تلاش‌ها نمی‌تواند درباره مرگ جگربندش رسما معلومات پیدا کند. پروکورور گفته که من با 400 گرم اکسیژ خوردگی این خوردگی نمی‌تواند خودش یک قاشق می‌خورد که آدم برداشت نمی‌کند. این 400 گرم اکسیژ کیسلوت می‌خورد. اینا خورندگی. خورشید خولمرادووا روز 12 ایون از خانه خوش‌دامنش بیهوش به شفاخانه بردند. او پس از یک روز جان می‌دهد. کشف اسرار مرگ و جزا گرفتن عاملان احتمالی مرگ او یگانه طلب والدانش از مقامات است. عیبدار در جزاش خورد. نیوره من دستی وایو به آدم نمیشد. حقیقت بروید و حقیقت شود. تشخیص دادگاهی طبی معلوم کرده است که در معده خورشید سیرکو بود. پدر و مادرش ادعا دارند که چون دخترش در خانه خوش‌دامن پیوسته آزار و اذیت میشد او را سیرکو داده کشتند. ادعایی که جانب دیگر رد میکند. از درس می اومد خسته هم گفته در آمده خواب می رفت. تا آمدنی او من خودم کارها رو می کردم که جنگ نشود. فقط همین حولی رو آب شپیده می رو تمام. این کار رو کن می گفتم من در اینجا کنیز نیستم می گفت. گپ گردانی می کرد. اگر ما می کشتیم این کودکش را فکر نمی کردیم. چه خیلی مجبوری او را میکشیم. در آشخانه اکسوس خورده بیرون برآمده به زمین افتاد. دادستان شهر ترسونزاده به ضد خوش‌دامنی خورشید با اتهام به خودکشی رسانیدن انسان پرونده باز کرده است. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است او را از 3 تا به 8 سال زندان محکوم کنند. یک مفتش دادستانی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پرونده زرخال مستند به دادگاه ارسال شده است ولی جزئیاتی نداد. شوهر خورشید که در حولیشان پسرش را نگاهبین میکرد نخواست با رادیو آزادی صحبت کند. حالا والدان شوهر خورشید به بیگناهی خود در مرگ این زن پافشاری دارند. خانواده مرحوم طلب دارند نه برای به خودکشی رسانیدن بلکه با اتهام کشتار پرونده باز شود. خورشید خولمرادووا ساکنی ترسونزاده 2 سال پیش ازدواج کرده از او یک پسر مانده است. با وجود آنکه تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زورآوری در عائله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در عائله برای سالهای 2014-2023 نیز وجود دارد، خشونت بر ضد زنان در بعضی از عائله‌ها همچون یک مشکل عظیم باقی مانده است.